با جنجال و حواشی فیفا 90 در خدمتتون هستیم. یادگار امام دوباره لرزید. پرشورها جوری جو ساختن که حتی AFC هم واکنش نشون داد. تراکتور استقلالو 2-1 شکست داد و حسابی صدرنشینیشو محکم کرد. گل اولو البته استقلال زد ولی نه از روی مهارت. شجاع خلیلزاده اشتباهی زد تو گل خودشون. بعدش تراکتور با 2 گل از امیرحسین حسین‌زاده بازیو برد. اما همه چیز فقط گل نبود. اصل کاری توی سکوها بود. هوادارای تراکتور سنگ تموم گذاشتن. از چند ساعت قبل تو ورزشگاه بودن و از تیمشون حسابی حمایت کردن. AFC هم نتونست بی تفاوت بمونه. صفحه فارسی کنفدراسیون آسیا یه پست مشترک با تراکتور منتشر کرد و جو استادیوم رو جادویی توصیف کرد. نه فقط جادویی بلکه ترسناک و خفن بود. برای هر تیمی که بخواد بیاد اونجا بازی کنه یک کابوس واقعی رقم میزنه. حالا به نظرتون اگه تراکتور هر بازی رو تو همچین جوی ببره کسی میتونه جلوش وایسه؟